طلاق شفیق مرید از همسرش آیا واقعیت دارد؟ رفتار زشت و باور نکردنی نغمه با شفیق مرید و رابطه جالب و عجیب شفیق مرید با منگل، همسر سابق نغمه و خسرو. شفیق مرید در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی شفیق مرید با همسرش در کشور امریکا فاش شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار کشید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. شفیق مرید یا مرید افغانستان یکی از هنرمندان بی‌بدیل، سابق دار و مشهور افغانستان بوده است. آهنگ‌های حماسی شفیق مرید در دل‌های مردم افغانستان چنگ زده است. شفیق مرید گاه آهنگ‌های عاشقانه هم می‌سراید که آهنگ‌های عاشقانه شفیق مرید با سیتا قاسمی وی را به اوج شهرت هنری رساند. شفیق مرید در کشور امریکا زندگی می‌کرد. وی با دختر نغمه در سال 2015 ازدواج کرد. اما جدیداً بگومگوهای فراوانی در صفحات مجازی ایجاد شده است که شفیق مرید از همسرش جدا شده است و علت جدای شفیق مرید از همسرش مداخله‌های بیجای نغمه بوده است و همسر شفیق مرید می‌خواست در هنر موسیقی افغانستان وارد شود و آهنگ‌های ثبت کند که برخلاف میل شفیق مرید بوده است و همین خاطر شفیق از همسرش جدا شده است. ولی رابطه بسیار خوب میان شفیق مرید و منگل بوده است و شفیق مرید تاکنون چند آهنگ دوگانه با منگل خسرو سروده است. ولی هر کس خودش میداند و دلیل و مشکلات زندگیش. ولی به همین دلیل شفیق مرید مدت 6 ماه می شود از کارهای هنریش دوری گزیده. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این زوج از بارگاه عزت لایزال خواهانم. ولی تاکنون شفیق مرید درباره حقیقت این ماجرا چیز ابراز نظر نکرده است. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت ها من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران شفیق مرید و اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب